салому алейкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. صبح امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در دایره سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت خطلون به ناحیه مومن‌آباد تشریف آوردند. سرور دولت محترم امومعلی رحمان در ناحیه مومن‌آباد در روزهای تجلیل از جشن 28 سالگی استقلالیت دولتی با فعالیت انشاءات نوی تعیینات گوناگون آغاز بخشیده برای بنیاد یک قطار انشاءات دیگر سنگ اساس گذاشتند. گزارش خبرنگاران ما. صبح 10 سپتامبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با مقصد شناسایی با وضع زیست و زندگانی ساکنان اشتراک در تنتنه‌های عیدانه به افتخار سالگرد 28 استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و جهت افتتاح یک قطار انشاءات مدنی معیشی به ناحیه مومن‌آباد ولایت خطلون تشریف آوردند. در فرودگاه موقتی ساکنان سرشمار، نمایندگان کسب و کار گوناگون و جوانان سعادتمند و وحدت سرای ناحیه مومن‌آباد پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان را با صمیمیت بی‌اندازه و شکرگزاری کامل از وحدت و ثبات سراسری پذیرایی کردند. در این روز مردم ناحیه برای استقبال شایسته سرور دولت آمده یک برنامه دیدنی فرهنگی را که سرشار از مهر و محبت میهم پرستی بود منظور حاضرین گردانیدند. در هوای جان ما آمد حضور، شاه آمد پیشوا با شان و نور، قلبها را سبز پوشی مهر کرد، بر نگاه ها ریخت آهنگ و سرور. آمدید خوش آمدید ای جان ما، بهترین والاترین مهمان ما. ای رهنما خوش آمدید. السلام ای در دل و در دیده جو خوش آمدید. با فرح بگشاده آغوشی وفا و مهربان، با هزاران پیک شادی و صفا خوش آمدید. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. شما دو پردی سلام علیکم. ما پیروی پیشوای معظم هستیم، جان آسوده دلم شاد خورم هستیم، جان بگذشت پریشانی و تنهایی ما، جان شکران از آن که باز با هم هستیم، جان شکران از آن که باز با هم هستیم. مومن‌آباد دیاری فیض بارم زنده باش، ای دیاری مردمی آزادارم زنده باش. مومن‌آباد دیاری فیض بارم زنده باش، ای دیاری مردمی آزادارم زنده باش. پیشوای ملتم امروز مهمان آمده است، پیشوای ملتم امروز مهمان آمده است. مزرعه سبزی وطن افتخارم زنده باش، مزرعه سبزی وطن افتخارم زنده باش. مومن‌آباد
تاریخ نقشی پیشوا افروخته است. مهر اندر مهر عرشی کیبریا افروخته است. قیمتی بالا ثواب و قیمتی این روزگار با عملهای شما در قلبها افروخته است. مومین آباد دیاری فیض و بارم گل بسد، خنده و شادی فرا بگرفته صد کوکمت. رقص دارد کوی چیل دختر بسازی آب شد، رقص دارد کوی چیل دختر بسازی آب شده. کوهی امام حیرت دارد معیفت و زفر. مومین آبادم ببین باغ و بنیادم ببین، میوه های شکرین این دلی شادم ببین. مومین آبادم ببین باغ و بنیادم ببین، میوه های شکرین این دلی شادم ببین. مرحبای پیش و خوش آمده در ملک ما، سلامی چیل دختران بادا مبارک بر شما. مرحبای پیش و خوش آمده در ملک ما، سلامی چیل دختران بادا مبارک بر شما. با شمر سرفراز و افتخاری تاجیکان، در تمام روی عالم نگواری تاجیکان. پاسدار نامی ملت پاسداری وطن، از کدوم در کجا خندد بهاری تاجیکان. مرحبای پیش و خوش آمده در ملک ما، سلامی چیل دختران بادا مبارک بر شما. مرحبای پیش و خوش آمده در ملک ما، سلامی چیل دختران بادا مبارک بر شما. در هوای جان ما آمد حضور، شاه آمد پیشوا با شان و نور. قلبها را سبز پوشی مهر کرد، بر نگاه ها ریخت آهنگ و سرور. آمدید خوش آمدید ای جان ما، بهترین والاترین مهمان ما. نخست اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه مومین‌آباد در مراسم آغاز لایحه تجدید راه автомобилгарди کولоб مومین‌آباد اشتراک نمودند. ناحیه مومین‌آباد از منطقه‌های مهم سیاحی جمهوری به حساب رفته، یکی از موضع‌های تشریف سیاحان خارجی محسوب می‌یابد. از این خاطر تشکیل اینفراستراکتور سیاحی و بنیاد راه‌های جوابگو به استانداردهای جهانی کفالت جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی میباشد. سفری کاری اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه مومین‌آباد نخست از اشتراک در مراسم آغاز لایحه تجدید راه автомобилгарди کولоб مومین‌آباد شروع گردید. با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که طرح مذکور در دایره مرحله سیوم تعمیر و تجدید راه‌های автомобилгар در جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود. اجرای این لایحه 214.4 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است. تعمیر و نوسازی 35 کیلومتر راه و تجدید 6 پل نیز در دایره همین لایحه صورت خواهد گرفت. راه автомобилгарди کولоб مومین‌آباد اهمیت جمهوریوی داشته داومی سالهای زیاد نوسازی نشده بود. از این رو حالت امروزه این راه به طلبات جوابگو نیست و باعث مصرفات زیادی راه استفاده برندگان نیز می‌گردید. در اساس دستور هدایت‌های رهبری دولت تجدید این قسمت راه آغاز گردید که نشانه واضح تطبیق موفقانه استراتژی برآوردن کشور از بنبست کمونیکاسیونی و تبدیل دادن جمهوری به قلمروی واحد ترانزیتی ارزیابی می‌گردد. باید ذکر کرد که ناحیه مومین‌آباد از منطقه‌های مهم سیاحی جمهوری به حساب رفته یکی از موضع‌های تشریف سیاحان خارجی محسوب می‌یابد. از این خاطر تشکیل اینفراستراکتور سیاحی و بنیاد راه‌های جوابگو به استانداردهای جهانی کفالت جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی میباشد. اثنای اشتراک در مراسم آغاز لایحه تجدید راه
راهی автомобилгарди Кулоб Муъминобод пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулонро бобати босуръату сифати баланд анҷом додани сохтмону аз навсозии роҳи мазкур вазифадор карданд. зеро ба таъкиди сарвари давлат маҳз сифати тадбирҳои сохтмонӣ имкон фароҳам хоҳад овард ки ин иншоот солҳои тӯлонӣ ба мардум хизмат кунад. оғози корҳои таъмиру таҷдид дар ин қисмати роҳи мошингарди Кулоб Муъминобод дар рӯзҳои таҷлил аз солгарди 28-уми истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боиси фараҳмандии сокинони саодатманди ноҳияи Муъминобод гардида, онҳо барои талошҳои хастанопазири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рафъи мушкилоти иҷтимоӣ ва таъмини зиндагии шоиста арзи сипосу миннатдорӣ карданд. мардуми ноҳияи Муъминобод имрӯз бо шукргузорӣ аз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, бо шукргузорӣ аз ҳидоятҳои ояндасози пешвои миллат дар роҳи бунёдкориҳо созандагиҳо гомҳои устувор доранд. маҳз бо тавассути дастгириҳои пешвои муаззами миллат Муъминобод ба таври шинохтанашаванда дар давраи соҳибистиқлолӣ рушд кард. ва гувоҳи ин манзара, гувоҳи ин гуфтаҳо роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаи Муъминобод Кулоб аст ки бо ибтикори пешвои муаззами миллат боиси ифтихори мардуми на танҳо Муъминобод, балки мардуми Тоҷикистон аст ки ин роҳ мавриди коркард истифода қарор дода мешавад. яке аз ҳадафҳои сиёсати роҳбари давлат ин аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардани кишвар буд. ман фикр мекунам ки мо аллакай аз ин ҳадаф ба осонӣ баромадем, зеро ки на танҳо ноҳияи Муъминобод, балки тамоми шаҳру навоҳии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дили пойтахт шаҳри Душанбе пайванданд ва имрӯз мардуми Тоҷикистон хушҳолона ба пойтахти азизамон шаҳри Душанбе бемамоният ворид мешаванд. дар ҳамин мавзеъ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сокинон суҳбати озоду самимии сарироҳӣ доир сохтанд. роҳбари давлат зимни суҳбат доир ба татбиқи босамари қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ибрози назар карда амалишавии мақсадноки ин санадҳои мардумиро ба таваҷҷӯҳи занону бонувон марбут донистанд. роҳбари давлат инчунин ба масъалаҳои тарбияи фарзандон дар рӯҳияи хештаншиносиву ватандорӣ ва ҳифзи арзишу фарҳанги миллӣ дахл карда маслиҳатҳои муфид ироа доштанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи боздиди корӣ аз ноҳияи Муъминобод дар шаҳраки Муъминобод бинои наву замонавии прокуратураи ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. гузориши хабарнигорони мо. 10 сентябр дар идомаи боздиди корӣ аз ноҳияи Муъминобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Муъминобод бинои наву замонавии прокуратураи ноҳияро мавриди истифодабарӣ қарор доданд. бино аз 3 ошёна иборат буда корҳои сохтмонӣ бо ҷалби 35 нафар коргари маҳаллӣ сифатан хуб ба анҷом расонида шуданд. дар бинои хуштару замонавии прокуратураи ноҳияи Муъминобод 10 утоқҳои корӣ, як маҷлисгоҳ ва хонаҳои истиқоматӣ барои коргарон ҷойгир мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот баҳои арзанда дода, онро тӯҳфаи ҳукумати мамлакат дар рӯзҳои ҷашни 28-солагии истиқлолияти давлатӣ арзёбӣ карданд. боиси сарфарозии мо кормандони мақомоти прокуратура мебошад ки бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар маркази ноҳияи Муъминобод барои кормандони прокуратура бинои маъмурии хуштару замонавӣ баҳри хубтару беҳтар намудани фаъолияти кормандони ин мақомот сохта ба истифода дора шуд. ҳамчунин имрӯз аз баракати сиёсати созандаи пешвои миллат тамоми гӯшаву канори ноҳия симои идона гирифта ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чандин иншоотҳои наву хуштар қомат афрохтааст. дар ҷавоби ин ғамхории беандозаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо кормандони мақомоти прокуратура ваъда медиҳем ки ба халқу ватан ҳамеша баҳри таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ
تأمین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی صادقانه خدمت می‌نماییم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از کارمندان پروکراتور تقاضا کردند که به ولایت قانون ارج گذاشته وظیفه‌های خدمتی خویش را صادقانه و صافدلانه در نزد خلق و وطن انجام دهند. در ناحیه مومین‌آبادی ولایت خطلون اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی برقرارسازی بیماری‌های دل را مورد استفاده قرار دادند. در مرکز جمهوریوی برقرارسازی بیماری‌های دل همزمان یک میدانچه ورزشی بنیاد کرده شده گرد و اطراف انشاءات به گوشه زیبای فراغتی تبدیل داده شده است. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هنگام سفر کاری به ناحیه مومین‌آبادی ولایت خطلون در کوچه اسماعیل سامانی ناحیه با فعالیت آسایشگاه جمهوریوی مخصوص گردانیده شده برقرارسازی سلامتی بیماران قلب رسما آغاز بخشیدند. طور به راهبر دولت اطلاع دادند کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور سال 2014 شروع شده با صفت بلند و جوابگو به طلبات معاصر ساختمانی بنیاد گردیده است. من همچون یک کارمند ساحه تنظیمی خود را خوشبخت می‌یابم که در افتتاح مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی برقرارسازی بیماری‌های دل که با اشتراک پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی جناب عالی محترم امامعلی رحمان شده به استفاده داده شد اشتراک نمودم. امروز ما شاهد آن گشتیم که محض با دستگیری پیشوای معظم ملت در یک گوشه دوردست وطن عزیزمان ناحیه بلندکوه زیبا منظر و خوش باد و هوای مومن آباد مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی برقرارسازی بیماری‌های دل با 110 جای کاری به فعالیت شروع نمود و برای قبول نمودن مزاجان از تمام قلمروی کشورمان آماده میباشد. گشوده شوی این مؤسسه تندرستی که در جمهوری به همتا است باز یک غمخواری نوبتی جناب عالی پیشوای معظم ملت نسبت سالمی اهالی میباشد. با شکرگزاری از فضای آرام آسوده کشور از صلح و وحدت جاودانی ما کارمندان ساحه تندرستی کوشش به خرج میدهیم که با مهیا گردیدن این همه شرایط و امکانات بهر سالمی جامعه و اهالی خدمت صادقانه طبی رسانیم. شکر از دستگیری هر روزه جناب عالی برای حفظ سلامتی اهالی میکنیم. جناب عالی در هر برآمدشان تاکید می‌نمایند که بایگری دولت از سالمی اهالی وابسته است. ما از دستگیری جناب عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روح و الهام گرفته برای پیشگیری بیماری‌ها برای تبابت بیماری‌ها درجه کسبی خود را بلند برداشته سعی کوشش می‌کنیم. با استفاده دادن مرکز جمهوریوی برقرارسازی بیماری‌های دل از دستگیری به واسطه جناب عالی به حساب می‌رود. ما طبیبان ناحیه مومن‌آباد جواباً از دستگیری‌های به پایان جناب عالی برای پیشرفت ساحه تندرستی و سالمی اهالی سعی کوشش خود را دریغ نمی‌دهیم. آسایشگاه جمهوریوی مخصوص گردانیده شده برقرارسازی سلامتی بیماران قلب در ناحیه مومن‌آباد از 4 آشیانه عبارت بوده. در آن آشخانه، شعبه برقرارسازی کودکانه، بخش مشورتی و تشخیصی ماموریت، مجلسگاه با 130 جای نشست، بخش طبابتی برقرارسازی، طبابت اینتنسیوی، تالار طبابت ورزشی و شعبه برقرارسازی کلانسالان اینچنین بخش‌های دیگری طبابتی و برقرارسازی جایگیر می‌باشد. ضمن بازدید به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که انشاءات طبابتی و سالمگردانی دارای بیش از 100 کت از جمله 26 کت کودکانه بوده در حجره‌های آن موثرترین شرایط و امکانات‌های طبابت و سالمگردانی بیماران گرفتاری دل فراهم آورده شده است. در آسایشگاه 65 نفر متخصصان صاحب تجربه به کار جلب گردیدند. شکر استقلال که امروز تاجیکستان در سطح جهانی چون دولت صلح‌خواه و صلح‌پرور شناخته شده است. ما طبیبان امروزه با چنین دولت صاحب استقلال و صاحب اختیار می‌فخریم. محض با دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هستیم که ساحه تندرستی رو به پیشروی‌ها آورده ایستاده است. با استفاده دادن مرکز جمهوریوی برقرارسازی بیماری‌های دل اثبات همین گفته هاست. وابسته به این ما کارمندان ساحه طب در ناحیه مومن‌آباد می‌نداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم و با استفاده از چنین امکانیت‌های فراهم آورده شده خدمت رسانی‌های خوب و خوش‌صفت را به بیماران پیشنهاد می‌نماییم. در ظرف 28 سال صاحب استقلالی در ساحه تندرستی یک قطار پیشروی‌ها به چشم می‌رسند.
از جمله ساحه تندرستی در این 28 سال رشد یافته برای ما کارمندان ساحه تندرستی شرایط‌های بهترین کاری مهیا گردانده شدند. با استفاده دادن مؤسسه دولتی جمهوریوی برقرارسازی بیماری‌های دل یکی از آنها میباشد. در این مؤسسه نوترین و موثرترین تجهیزات‌های طبی برای پیشگیری بیماری‌ها، برای تابعیت بیماری‌ها و برای برقرارسازی سلامتی اهالی دسترس کرده شدند. این دستگاه‌ها مدت زیاد به اهالی ناحیه خدمت کرده در برقرارسازی سلامتی اهالی با یاری طبیبان محلی خدمت ارزنده می‌کنند. ما طبیبان از این دستگیری‌های جناب عالی و شکرانه از صاحب اقتداری و وحدت صلح کرده بهر پیشرفت ساحه تندرستی و بهداشت سلامتی تمام کوشش خود را به خرج می‌دهیم. پس از بازدید و شناسایی با شرایط آسایشگاه مذکور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده طبیبان را به خدمت رسانی خوب و شایسته به میزبان هدایت کردند. سرور دولت مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات مذکور را تحفه ارزنده حکومت جمهوری تاجیکستان در جشن 28مین سالگرد روز استقلالیت دولتی و طبیبان ناحیه مومن‌آباد ارزیابی کردند. در همین جا در وضعیت تنتنوی به 17 نفر شخصان امکاناتشان محدود از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عروبچه‌های معیوبی تقدیم کرده شد. باید گفت که این قشر آسیب‌پذیر جامعه همیشه زیر توجه و غمخوری‌های دولت و حکومت مملکت قرار داشته برای کار و فعالیت آنها شرایط ارزنده فراهم آورده می شود. این هم از تطبیق موفقانه سیاست اجتماعی رهبریت عالی سیاسی مملکت درک می‌دهد. مورد به ذکر خاص است که در آسایشگاه جمهوری مخصوص گردانیده شده برقرارسازی سلامتی بیماران قلب همزمان یک میدانچه ورزشی بنیاد کرده شده گرد و اطراف انشاءات به گوشه زیبای فراغتی تبدیل داده شده است. در ادامه بازدید کاری در ناحیه مومن‌آباد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه شهر نو دهات دهی بلند میدانچه ورزشی را که مطابق با طلبات معاصر بنیاد شده است مورد استفاده قرار دادند. در دوره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه مومن‌آباد کارهای سازندگی و آبادانی با سرعت ادامه داشته تا سال 2021 در حدود شهرک و جماعت‌های ناحیه باز ده‌ها چنین انشاءات‌های معاصر ورزشی ساخته به استفاده داده می شود. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه شهرنو جماعت دهات دهی بلند ناحیه مومن‌آباد ولایت خطلون اینچنین میدانچه ورزشی را که مطابق به طلبات معاصر بنیاد شده است مورد استفاده قرار دادند. انشاءات مذکور به افتخار جشن بزرگ ملی 28مین سالگرد روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مساحت عمومی 1025 متر مربع از جانب صاحبکاران وطن دوست ناحیه بنیاد کرده شده است. اینچنین در شفت میدانچه ورزشی برای مشق و تمرین و آب و تاب بدن بهترین شرایط فراهم آورده شده است. در دایره سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امروز در ناحیه مومن‌آباد یک قطار انشاءات‌ها از جانب پیشوای معظم ملت مورد استفاده و برداری قرار گرفتند. در زمینه سیاست ورزش پرورانه پیشوای ملت در ناحیه مومن‌آباد از جانب پیشوای ملت میدانچه ورزشی زمانوی که با جلب صاحبکاران محلی بنیاد گردید مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفت و این هم باشد جهت در آینده رشد یافتن ساحه ورزش مساعدت میکند و شخصا از نام خود و از نام کل جوانان و ورزشکاران ناحیه مومن‌آباد مینه‌داری خود را به پیشوای معظم ملت بیان مینمایم. میدانچه ورزشی با طرح زیبا و زمانوی و جوابگو به طلبات معاصر ساختمانی بنیاد شده در آن نزدیک به 15 عدد چراغک‌های خرد و بزرگ روشندهی نصب کرده شده است. علاوه بر این برای زیبایی گرد و اطراف انشاءات 30 نهال درختان آرایشی و سایه افکن و 2500 بیخ گل‌های زیبای موسمی شنانیده شده است. ضمن شناسایی با شرایط‌های انشاءات مذکور پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده مورد استفاده قرار گرفتن آن را برای نورسان و جوانان ناحیه مومن‌آباد در روزهای تجلیل از جشن بزرگ ملی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بهترین تحفه ارزیابی کردند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان از نسل آینده‌ساز کشور و ورزشکاران ناحیه مومن‌آباد دعوت به عمل آوردند که از چنین امکانات‌های مساعد وسیع استفاده نمایند تا همه نماد ورزش از جمله فوتبال در جمهوری رشد همه‌جانبه پیدا نماید. ما ورزشکاران ناحیه مومن‌آباد از تحفه نوبتی پیشوای ملت یعنی به استفاده دادن میدانچه معاصر ورزشی بسیار خوشحال گردیده ایم.
این میدانچه با طلبات امروزه جوابگو بوده با سبزه طبیعی آماده گردیده است که برای بازی فوتبال موفق می باشد. ما از اقدام های پرزیدنتمان بسیار روح بلند گردیده کوشش می نماییم که با دستاوردهای ورزشی در عرصه بین المللی وطن خود را معرفی نماییم. من بسیار بازی فوتبال دوست می دارم. امروز بسیار خرسند هستم که در ناحیه ما یک میدانچه زیبای ورزشی برای بازی دوست داشته من یعنی فوتبال ساخته به استفاده داده شد. اکنون من امکان دارم که در نزد خانه‌مون در این میدانچه با رفیقانم فوتبال بازی نمایم. قابل به تذکر است که در دایره آمادگی ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مومن‌آباد کارهای سازندگی و آبادانی با سرعت ادامه داشته تا سال 2021 در حدود شهرک و جماعت‌های ناحیه با پشتیبانی سیاست سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان باز دهها چنین انشاءات‌های معاصر ورزشی ساخته و استفاده داده خواهد شد. در ناحیه مومن‌آبادی ولایت خطلون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با بنیاد باغ فرهنگی فراغتی با جایگیرکنی میدان نشان و پرچم دولتی سنگ اساس گذاشتند. باغ فرهنگی فراغتی و نشان و پرچم دولتی در مهلت معین شده، یعنی تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با صفت بلند و جوابگو به معیارهای معاصر ساختمانی بنیاد کرده می شود. مومن‌آباد ای دیاری فیض بارم زنده باش، ای دیاری مردمی آوازدارم زنده باش. پیشوای ملتم امروز مهمان آمده مزرعه سبزی وطن، ای افتخارم زنده باش. از کدومش باغی نو مثل گلستان می شود، مومن‌آباد افتخاری تاجیکستان می شود. خوش آمدید محترم جنابی عالی. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه مومن‌آبادی ولایت خطلون همچنین به بنیاد باغ فرهنگی فراغتی سنگ اساس گذاشتند. ضمن معرفی لایحه انشاءات با رهبر دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که باغ مذکور در دهه شهرنو جماعت دهات دهی بلند با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مساحت عمومی 6 هکتار در دوام 2 سال با طرح زیبا و زمانوی با جلب ساختمانچانی محلی بنیاد کرده خواهد شد. طور به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند در حدود باغ فرهنگی فراغتی ناحیه با نظرداشت ارزگذاری به مقدسات ملی و رمزهای دولتی پرچم ملی با بلندی 55 متر ساخته می شود. اینک آرزوی چندین ساله مردم کوهستان مومن‌آباد جامعه عمل می پوشد. در جای خوشآب و برهوای قسمت غربی جماعت شهرک مومن‌آباد، انیقترش در زمین‌های جماعت دهات دهی بلند دهه شهرنو برای بنیاد باغ فرهنگی و فراغتی جای موافق جدا کرده شد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشورمون محترم امامعلی رحمان با بنیاد این باغ سنگ اساس گذاشتند. مساحت عمومی آن از 6 هکتار عبارت بوده. در آن پرچم، امفی‌تئاتر، میدان برای دلخوشی کودکان و میدانچه ورزشی می باشد. باور دارم که این مکان فراغتی بهترین جای سیر و سیاحت مردم مومن‌آباد و مهمانان خواهد گردید. ما جوانان ناحیه با پیشوای معظم خود برای سازندگی ها، بنیادکاری ها عرض سپاس و منتداری بیان می نماییم. طبق اطلاع مسئولین در انشاءات بنیاد شونده به خاطر استراحت و فراغت ساکنان و برگزاری چهاربینی‌های ادانه در داخل باغ بنیاد امفی‌تئاتر با 500 جای نشست، 5 عدد فواره، 4 میدانچه برای بازی کودکان، نقطه‌های سودا و خدمت رسانی، 2 توقفگاه و بنیاد چندین انشاءات دیگر یاری رسان و خدمت رسانی در نظر داشته شده است. همچنین در داخل و گرد و اطراف باغ فرهنگی فراغتی شیناندن 500 نهال درختان آرایشی و سایه افکن و نصب 100 عدد تجهیزات روشندهنده در نظر است. مساحت 4 هکتار زمین نزد باغ نیز سبز پوش کرده می شود. اسناد شناسایی با لایحه مذکور پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با مسئولین دستور دادند که باغ فرهنگی فراغتی و پرچم دولتی را در مهلت معین شده، یعنی تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با صفت بلند و جوابگو به معیارهای معاصر ساختمانی بنیاد نمایند.
اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در دهه شهر نو دهات دهی بلند ناحیه مهمانخانه مومن‌آباد را مورد بهره برداری قرار دادند. در همین جا بخشیده به جشن استقلالیت دولتی برای 60 نفر کودکان یتیم و بی‌پرستار خانه ایدانه آراسته شد. گزارش خبرنگاران ما. در دایره سفر کاری به ناحیه مومن‌آباد ولایت خطلون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در دهه شهر نو جماعت دهات دهی بلند ناحیه مهمانخانه مومن‌آباد را مورد بهره برداری قرار دادند. به سرور دولت اطلاع داده شد که بنای مهمانخانه مومن‌آباد در دایره اعلان شدن صلح‌های 2019 2021 همچون صلح‌های رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی از جانب صاحبکاران محلی بنیاد شده به زیبایی ناحیه حسن دیگر ضم می‌کند. در این بینای خوشتر و زمانوی 12 حجره با کت‌های خواب، مجلسگاه، طربخانه و تویخانه جایگیر کرده شده است. در مجموع مهمانخانه مومن‌آباد میتواند در یک وقت تا 20 نفر را قبول نماید. حجره‌ها با جهاز، تلویزیون و دیگر اشیای ضروری مجهز میباشند. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی در روزهای تجلیل از جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در ناحیه مومن‌آباد یک مهمانخانه نو زمانوی مورد استفاده قرار گرفته. این انشاءات در دایره اعلان شدن سالهای 2019 2021 همچون سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در دهه شهر نو ناحیه مومن‌آباد با استفاده داده شده است. باعث افتخار است که در دایره این تشبث پیشوای ملت دهه‌های کشورمان آبادتر و زیباتر می‌گردند. وابسته بر این از نام خود و از نام تمام ساکنان ناحیه مومن‌آباد برابر دولت مینه‌داری خود را بیان می‌نمایم. انشاءات در مدت کوتاه و با رعایت معیارهای ساختمانی بنیاد شده است. به اطلاع مسئولین در دوره کارهای ساختمانی در این انشاءات نزدیک 100 نفر با جای کار و معاش خوب تامین بودند و اکنون با مورد استفاده قرار گرفتن بنای مهمانخانه 30 نفر صاحب جای کاری دائمی گردیدند. میخواهم مینه‌داری خود را به محترم جناب عالی بیان نمایم. اما پیوسته جوانان دستگیری جناب عالی را احساس می‌نماییم. خوشبختانه امروز با استفاده قرار گرفتن چنین مهمانخانه نو زمانوی ما صاحب جای کار گشتیم. می‌خواستم مینه‌داری خود را به جناب عالی پیشوای ملت گویم که زیرا که دولت ما مملکت ما از همه طرف رشد یافته ایستاده است و امروز ما می‌بینیم که چطور هر یک حد و کناری مملکت بزرگی ما میشکافد و آن شرایط آن امکانیت هایی که امروز دولت ما جناب عالی به ما جوانان میتید هیچ گاه در گذشته احساس کرده نمیشد. میخواهم مینه‌داری خود را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیان کنم، زیرا که شهر و دهه ها زیبا و آباد گشتند و ما صاحب کار و مهمانخانه گشتیم. بنیاد چنین مهمانخانه زمانوی در ناحیه مومن‌آباد سریوقتی است، زیرا این ناحیه با طبیعت زیبا و رنگین و موضع‌های تاریخیش میتواند شماره سیاحان خارجی را در مملکت افزایش دهد. پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان با شرایط مهمانخانه مومن‌آباد در دهه شهر نو شناس شده از تشبث صاحبکاران محلی اظهار خوشنودی نمودند و چنین اقدام‌های ساکنان وطن دوست مملکت را شایسته دستگیری خواندند. در همین جا بخشیده به جشن استقلالیت دولتی برای 60 نفر کودکان یتیم و بی‌پرستار خانه ایدانه آراسته شده و کودکان تحفه‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان سپاریده شد. پیشوای ملت کودکان را با جشن بزرگ ملی 28مین سالگرد استقلالیت دولتی تبریک و تهنیت گفتند. گل در قدمت نثار کردن شرف است. از سیرتت افتخار کردن شرف است. حرفت که برنگ آفتاب است منیر، هر جا سخنت شعار کردن شرف است. السلام علیکم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی، من گلافروز عبدالستار خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 همین ناحیه می باشم. محترم جناب عالی، خیلی خوشبختم که با شما پیشوای معظم ملت روبرو صحبت میکنم و شکرانه میکنم که چنین وطنی عزیز و محبوب دارم
و سروریش را سیاستمدار سطح جهانی محترم پیشوای معظم ملت به عهده دارد. محترم جناب عالی، مقصد دارم که مکتب میانه را با بهای خوب بالا ختم نموده و بعد از ختم مکتب میانه با دستگیری شما پدر مهربان حجت‌هایم را به دانشگاه ملی تاجیکستان شعبه روزنامه‌نگاری سپارم. من این کسب را به آن خاطر انتخاب نمودم که در مورد زحمت‌های شما جناب عالی ذره هم باشد بهترین پوست رامندهای اداره کنی و دولت سازی را روی کاغذ بیارم و به جهانیان اثبات نمایم که پیشوای معظم ملت جناب عالی برای این ملت و دولت خدمت نمود و عنوان پیشوای ملت و قهرمان تاجیکستان نصیبش باشد. همین است رجوع روزنامه‌نگاری من. با همین نیت‌های نیک به شما جناب عالی که با مهربانی‌هایتان و نوازش‌های گرمی پدرانه‌تان زندگی ما یتیمان را رنگ‌های تازه می‌بخشید. تندرستی، اقبال نیک، روزگاری خوش و با سعادت و در کارهای دولتیتان در مورد آبادی تاجیکستان عزیزمان برای کامیابی‌ها آرزو می‌نمایم. همیشه سلامت و سربلند باشید جناب عالی، زیرا روزگار آباد و آسوده شما جناب عالی تمنای همیشگی ما یتیمان می باشد. ای سرور ما، خدا مددگارت باد، اقبال و دعای نیک ما یارت باد. آبادی این وطن بود مطلب تو، فتح و ظفر و برات در کارت باد. جناب عالی خوش آمدید به ناحیه زیبا منظر مؤمن آباد. قدمتان نالید در تاج سر. این تدبیر در دایره سیاست اجتماعی حکومت مملکت عملی شده. ضمن سخنرانی در نزد یتیمان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اید به توجه دائمی دولت نسبت به کل طبقه های نیازمند اندیشه‌رانی کردند. پیش از همه من با جشن استقلالیت 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همه شما را تبریک و تهنیت میگویم. با شما سلامتی، موفقیت و خوانش خوب و اعلی آرزو هستم. ناز خونید، خوب خونید. حیات زندگی خودش مبارزه است. ناز خونید تا با خوب و اعلی ختم کنید مکتبا. ما شما را حتما در دانشگاه و دانشگاه‌های عالی و آن جایی که ذوق شما است، آرزوی شما است، حتما داخل میکنیم، تربیت میکنیم و حیات مستقلانه شما را آماده کرده که هدایت می‌سازد. وظیفه ما تربیت کردن، دستگیری کردن. هیچگاه رو افتاده نشوید تا در زندگی. هیچگاه. آنهایی که پدر و مادر داشتن عاقبت یک روز و همون در یک سن سال آمدگی جا همین مثل شما یتیم کول میشن. نه من در کمالات بگم که و اصلا یکی پدرم نیست، مادرم نیست. خب همین امر تقدیر همین است، یکی در خردی، یکی در جوانی، یکی در سن کمالات در پیران سالی راه دیگر وجود ندارد، حتما یتیم میشه، یعنی بی پدر بی مادر دیگر. برای همینم از امر تقدیر از این چیز هیچگاه رو افتاده شدن در کار نیست. رو افتاده شدید، فکر اندیشه‌های وای کردین، مریض میشوید، کسل میشوید. خوبش خوانید، دانش خوب داشته باشید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید که زندگی مستقلانه عذاب نکشید. وقتی که دانش داشته باشید، کسب هنر داشته باشید، وقتی که سواد دارید، در تاجیکستان است، بیرون از تاجیکستان است، در کدام گوشه کناری نباشید، شما محتاجی را نمیبینید، اذیت نمیکشید، عمری با برکت میبینید. و ما تبریک، سلامتی، خوشبختی. من مینداری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم. ما یتیمان هیچ وقت به پدری و مادری خود را حس نمی کنیم. ما پیشوای ملت همیشه در پشت ما یتیمان مثل یک کوه استوار است. من مینداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت میرسانم. من
با این همه غمخوری های پیشوای معظم ملت وعده میدهم که در آینده یک طبیب خوب میشوم و با خلق و وطن خودم خدمت صادقانه مینمایم. میاداری خود رو بیان میکنیم که طول 4 سال ما رو در دانشکده ولی سرحدی تامین کردن، یعنی که بجای خوب با پوشاک لباس ما رو تامین کردن و من باشم دانشکده ولی سرحدی رو با باقی خوب و اعلی و با رتبه لتینان تمام کردم. و حالا باشم میخوام که با دولت و با ملت و وطن با مادر با خارین که در اینجا هستن خدمت خود را یعنی که گزارم. با دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای یتیمان امتیازهای مخصوص معین گردیده برای ادامه تحصیل آنها با کوتای پرزیدنتی به امتحان به مؤسسه‌های عالی کشور قبول کرده میشوند. در دهه شهرنو دهات دهی بلندی ناحیه مومین‌آباد اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نمایشگاه هنرهای مردمی ناحیه دیدن کردند. در این نمایشگاه ساکنان ناحیه مومین‌آباد نمونه بهترین محصول دست خود را به معرض دید گذاشتند، خاصه به عنوان چیره‌دست نوع‌های گوناگون لباس‌های ملی، از جمله چکند را که سال 2018 به میراث رویخط فرهنگی غیرمادی یونسکو شامل گردیده به نمایش گذاشته شدند. در دهه شهرنو جماعت دهات دهی بلند ناحیه مومین‌آباد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نمایشگاه هنرمندان ناحیه دیدن کردند. در این نمایشگاه ساکنان ناحیه مومین‌آباد نمونه بهترین محصول دست خود را به معرض دید گذاشتند، خاصه به عنوان چیره‌دست نوع‌های گوناگون لباس‌های ملی، از جمله چکند را که سال 2018 بر روی خط میراث فرهنگ غیرمادی یونسکو شامل گردید به نمایش گذاشتند. طور معلوم گردید در ناحیه مومین‌آباد هنرهای چکندوزی، پاپوردوزی، ادرس بافی، شیروز بافی، کورپادوزی، مهره بافی و کاکولسازی، تاقیدوزی، کش بافی و رفیده دوزی در حال رشد قرار دارند. مخصوصاً بعد از اعلان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، توجه ساکنان ناحیه به هنر و هنرمندی بیشتر گردید. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که تا اعلان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه مومین‌آباد 7 مرکز هنرآموزی فعالیت می‌کرد. با اعلان 3 ساله هنرمندی شماره این مرکزها به 10 عدد رسیده است. باید گفت که در دایره تطبیق اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به احیا و رشد هنرهای مردمی تا امروز در شهر و ناحیه‌های جمهوری 10 مکتب و سیخ و کارگاه‌های هنرمندی تشکیل شده است. در مرکزهای هنرآموزی ناحیه در مجموع 85 نماد هنرهای مردمی آموزانیده می‌شوند. به عنوان هنرمند تلاش بر آن دارند که هرچی بیشتر جوان دختران را به این کورس‌ها فرا گیرند و در احیا و رشد هنرهای اجدادی سهم خود را گذارند. من از سرور دولت از جناب عالی به نهایت خرسند هستم که سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی را در وقتش به پیشنهاد کرد، چون که همین هنرهای مردمی قدیمی ما از بین نیست، نابود شده بودند. سال 2018 را وقتی که سرور دولت سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرد، ما زنها یک روح الهامی تازه گرفتیم و زنهای هنرمند دسته دسته جمع گشته در هر جا به هنرمندی خودشون از هر نوع همو کمپیرکایی که میتونستن، زنایی که همو هنرها را میتونستن به نسل جوان همو را آموزاندن و یاد گرفتن. خوشبختی ما زنها در همی است که جناب عالی پیشوای ملت امامعلی رحمان از انداز آزاد کرد که انداز نسپارن، همین هنرهای قدیمه را پیش ببرند. ما باید لباس قدیمه ملی خودمون هیچ وقت نمانیم که رو به نیستی بیاره، چون که لباس ما بهترین لباس است. امروز ما خودمون خوشبخت‌ترین آدما حساب میکنیم که جناب عالی پیشوای ملت به ناحیه بلندکوه مومین‌آباد تشریف آورده است. هر یک توصیه هایی که جناب عالی برای ما زنها میته ما همه را دستگیری میکنیم. سعیدова Надежда Михайловна, سال 75 من مومین‌آباد اومدم. اینا میگه 44 سال زندگی میکنم، شوهر دارم، 4 فرزند دارم، بچه‌م اولادار کردم، دخترها را شد دادم، همه 12 نبیرم دارم، صد باشگرانه. اینم اینجا اومدم هنرهای تاجیکی را یاد گرفتم. مقصد می توجی هیچ کن نشم که چیز آدم مسافر، اینا کورپاچه دوزی را نقش دوزی را همه را یاد گرفتم، هوجه همه دست خودم کارو میویم. اینا باروسو را میکنم و چی با میدوزم بکار نمیمونم، که با سودا میمونم میزنم، اینا طریق کار میکنم. مایه افتخار و سرفرازی ما نسل جوان است که این روزها نسبت به جوانان توجه و غمخواری های به اندازه ظاهر میگردد. جوانان چون نیروی بزرگ در رشد و پیشرفت مملکت نقش بغایت بزرگ دارند. از اینجاست که حکومت جمهوری به آنها چون نسل آینده ساز ملت اهمیت خاصه میدهد.
ما جوانان شکر از آن می نماییم که در فضای آزاد و آسایشته زندگی کرده یک سرور غمخوار و خاکسار نصیبمان گشته است. از این لحاظ ما را می بایست همیشه منفیت وطن، دولت و ملت خویش را از همه بالا گذاشته برای رشد و پیشرفت تاجیکستان عزیزمان سعی و کوشش نموده همیشه هوشیار و آماده خدمت باشیم. ضمن صحبت صمیمی با مادران هنرمند ناحیه مومن‌آباد، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که سر و لباس ملی انعکاس کننده تاریخ و فرهنگ و عنعنه و هنرهای ملی بوده قوم و ملت‌ها را به جهانیان معرفی می‌کند. از این رو وظیفه هر یک ساکن کشور به خصوص زنان تاجیک است که در سمت هنرهای مردمی نقش‌گذار باشند و برای پیشگیری از بیگانه‌پرستی و تقلیدکاری میان جوانان بی‌طرفی ظاهر نکنند. بعد از تماشای نمایشگاه سرور دولت محترم امامعلی رحمان به هنر زنان و جوان دختران ناحیه مومن‌آباد بهای بلند داده آنها را به سهمگذاری در احیا و انکشاف هنرهای ملی و تربیت جوانان هدایت نمودند. در دهه شهری نو ناحیه مومن‌آباد اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نمایشگاه محصولات صنعتی و کشاورزی ساکنان ناحیه بازدید کردند. در این نمایشگاه محصولات صنعتی و کشاورزی خوجگی جنگل ناحیه، دهات بلخابی، نورعلی‌شاه نظرов، دهی بلند به نام شمس‌الدین شاهین، خوجگی تجربوی انستیتوت باغداری و سبزوادکاری اکادمیای کشاورزی در ناحیه و غیره به معرض گذاشته شد. خوجگی‌های دهقانی ناحیه مومن‌آباد سال از سال به دستاوردهای نظررس نائل گردیده حجم استحصال محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهند. در ناحیه کارخانه‌های صنعتی موجود بوده. از این حساب 6 کارگاه فعالیت موسمی دارد. نتیجه‌های فعالیت کارخانه‌های صنعتی قانع کننده بوده. با اعلان هدف چهارم استراتژی مملکت صنعتی کنونی با سرعت کشور، کارها در سمت افزایش دادن اقتدار استحصالی کارخانه‌های استحصالی تقویت بخشیده می‌شود. در نمایشگاه کشاورزان ناحیه مومن‌آباد کدو، تربوز، خربوزه، پیاز سرخ و سفید، کارتوشکا، بویمیجان، قلمفور، جواری مکه، انگور، سیب، میوه خشک، گیاهای شفابخش، نوع‌های گوناگون عسل، محصولات کنسرو و غیره به نمایش برآورده شد. در ناحیه مومن‌آباد 4765 خوجگی دهقانی فعالیت دارد. دوام 8 ماه آخر در میدان 14978 گکتار کشتی غله‌دانه و لوبیاگی‌ها، کارتوشکا، سبزواد، زراعت‌های تکنیکی، زراعت‌های خوراک چاروا گذرانده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از نمایش محصولات صنعتی و کشاورزی در دهه شهری نو ناحیه مومن‌آباد با کشاورزان و مسئولان ساحه صحبت نموده برای افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی، استفاده ثمرناک زمین، دستور و سپارش‌های مشخص دادند. امروز در دایره سفری کاری در ناحیه مومن‌آباد اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه شهری نو کارخانه کارکرد میوه و سبزوات و استحصال نوشاکی‌های تشنه‌شکن مومن‌آباد را مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که کارخانه مذکور از جانب صاحبکاران محلی بنیاد شده از سیخ استحصال و کارکرد میوه و سبزوات و انبار و سردخانه عبارت میباشد. در یک بسته کاری در این سیخ 5000 قوطی نوشاکی تشنه‌شکن آماده کرده می شود. در سیخ کارکرد میوه و سبزوات در یک بخش کاری کنسرو کنونی تا 2000 ظرف 2 لیتره سبزوات های گوناگون انجام داده می شود. با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه مذکور 80 نفر از جمله 30 نفر از ولایت سوخت و 50 کس دیگر از ناحیه مومن‌آباد با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. رهبریت کارخانه نقشه دارند که در آینده با بکار انداختن خطهای نو استحصالی شماره کارمندان را تا به 200 نفر رسانند. برای کارکرد میوه و سبزوات در این کارخانه تازه بنیاد محصولات کشاورزی از خوجگی‌های دهقانی ناحیه خریداری کرده می شود. همچنین در نزدیک کارخانه در میدان 6 گکتار باغ بنیاد شده است. بعد از شناسایی با شرایط کاری در کارخانه کارکرد میوه و سبزوات و استحصال نوشاکی‌های تشنه‌شکن مومن‌آباد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از تشبث صاحبکاران محلی اظهار خوشنودی کرده برای افزون نمودن حجم استحصالات در کارخانه و همزمان تأسیس جای‌های نوی کاری دستور و هدایت‌ها دادند.
имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ифтитоҳи як қатор иншоот бо фаъолон ва сокинони ноҳия мулоқоти самимӣ доир карданд. Нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи ҳозиринро бо солгарди 28-уми истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. таҳлили вазъи рушди ноҳияи нишон медиҳад ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мардуми меҳнатдӯсти ноҳия дар самти пешрафти соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва иҷтимоиёт ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. дар замони соҳиби истиқлолӣ аз ҷониби ҳукумат барои рушди ноҳия беш аз 600 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст. таи 15 соли охир дар ноҳияи муъминобод татбиқи 23 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 320 миллион сомонӣ анҷом ёфта. ҳоло 7 лоиҳаи дигар амалӣ шуда истодааст ки маблағи то имрӯз дар доираи онҳо аз худ шуда беш аз 30 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар доираи таҷдили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи солҳои 2016-2019 бунёди 182 иншоот ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз аз иншооти ба нақша гирифта шуда 32 иншоот пурра анҷом ёфта, корҳои сохтмонӣ дар 41 иншоот идома дорад. баъди таҳлили вазъи соҳаҳои иҷтимоӣ президенти мамлакат ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дастур доданд ки бо мақсади ба мушкилот дучор нагардидани сокинон ва соҳаҳои муҳими мамлакат махсусан муассисаҳои маорифу тандурустӣ аз имрӯз сар карда ба масъалаи зимистонгузаронӣ таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир намоянд. баъди суханронии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намояндагони касбу кори гуногун, ҷавонон, собиқадорон баромад карданд. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи муъминободи вилояти Хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз боғи хоҷагии деҳқонии аминҷони деҳоти деҳи баланд боздид намуда бо фаъолияти деҳқонон ва кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди махсуми Карим шинос шуданд. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи муъминободи вилояти Хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз боғи хоҷагии деҳқонии аминҷони ҷамоати деҳоти деҳи баланд боздид намуда бо фаъолияти деҳқонон ва кормандони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди махсуми Карим шинос шуданд. ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки хоҷагии мазкур соли 1998 таъсис ёфта масоати заминҳояш ба 4,5 гектар баробар аст. аз ин ҳисоб дар 3,25 гектар зироаткорӣ ва дар 1,25 гектари боқӣ монда боғ бунёд шудааст. боғи хоҷагии деҳқонии аминҷон соли 2010 таъсис ёфта онро деҳқони асилу таҷрибадор Бег Аҳмад Одинаев роҳбарӣ мекунад. дар ин боғ навъҳои гуногуни себ аз ҷумла Голден, Крепсон, Самаренка, Стар Крипсон, Қосим Саркорӣ, ҳамчунин нок ва гелосу зардолу парвариш карда мешаванд. аз ин боғ ҳам меваи тару тоза ва ҳам меваи хушк ба бозорҳои ҷумҳурӣ бароварда мешавад. боғдорон ба хотири самаровар гардонидани дарахтон аз роҳу усулҳои муосир истифода бурда сари вақт байни қаторҳоро нарм мекунанд ва дар як сол 2-3 маротиба ба дарахтон доруҳои минералӣ медиҳанд. иқлиму хоки ҷумҳурии Тоҷикистон барои парвариши қариб ҳамаи зироатҳои кишоварзӣ мувофиқ аст. аз ҷумла дар бахши соҳаи боғу токпарварӣ ва бештар боғу токзорҳои мо дар минтақаҳои кӯҳӣ ва назди кӯҳӣ ва водиҳо ҷойгир ҳастанд ва гуфтан ба маврид аст ки дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва наздикӯҳӣ аз тарафи олимон тавсиҳот дода мешавад ки бештар ба навъу намунаҳои дарахтони мевадиҳандаи тухмакдор аз ҷумла себ ва нок ва чӣ тавре ки мебинем имрӯз дар ноҳияи муъминобод бештари боғҳое ки имрӯз парвариш карда мешаванд ҳастанд аз ҷумлаи тухмакдорҳо ҳастанд, яъне ки себ ва бештар нок. ва аз ҷиҳати иқтисодӣ гӯем хеле даромади хуб ба хоҷагидорон он нафароне ки дӯстдорони боғ ҳаст оварда метавонад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди махсуми Карим дар ҳамин боғ фаъолияташро ба роҳ монда ба тайёр кардани меваҳои хушк машғул мебошад. кормандони ҷамъият на танҳо меваҳоро аз ин боғ балки аз 4 ноҳияи минтақаи Кулоб барои хушк кардан қабул мекунанд. аз ноҳияҳое ки ҳамсояанд, ноҳияҳои Шуробод, ноҳияҳои ба номи Шамсдин, Шоин, Ховалинг, шаҳри Кулоб ва ноҳияҳои восеам маҳсулотҳо ба ноҳия оварда мешаванд ва коркард карда мешаванд. аз ҳисоби соҳибкорон ба ду тарз меваи хушк истеҳсол карда мешавад ки бо тарзи боғкунӣ ва ба намакоб кардан
کارکرد می‌نمایند که صفاتنوکی محصولات بلند می‌گردد. در مجموع در باغ امینجان ناحیه مومن‌آباد و جمعیت دارای مسئولیتش محدود مقسومی کریم زیاده از 120 نفر به کارهای موسمی جلب شده با معاش خوب تامینند. ما طول 4 ساله که در همین کارخانه کار میکنیم با معاش سری وقتی با خوراک گرم تامینیم. ما پیش وقت زنهای خانه نشین بودیم، جای کار نداشتیم. رحمت به امام علی رحمان و پیشوای ملت که همین دولت آباد کرده است به ما که ما جای کار داریم، زنان خانه نشین. ما بیکار زنای بیکار بدیم، از خانه میشتیم. از ما می نداریم که همین محترم امام علی رحمان همین کارخانه ما را آغاز کرد. 60-70 نفر زن کار میکنیم. روزش میشوم و 300-500 کیلو نوک 600-700 کیلو ریزه میکنیم. ما سر وقت اویلکومو نمیگیریم. ببودی ما در اویلهامون زیاد شید. ما در وقت جای کار نداشتیم، نمیدونستیم چی کار کنیم. حوض خیر شکر به همی محترم امام علی رحمان میگیم که ما را صاحبی اویلک جای کار کرد. میوه خشک از این ناحیه اساساً به ولایت سوخت صادرات می‌گردد. به اطلاع مسئولان همساله در ناحیه مومن‌آباد زیاده از 100 تن میوه خشک برای صادرات آماده کرده می‌شود. من صاحبکار رحمت فمامور جان از شهر استرابشان برای میوه خوک همکاری کرده، میوه تر رو کار کرده، خشک کرده با شهر استرابشان روی کردیم. 3-4 سال شده است که کار میکنیم، همکاری کردیم. خیلی میوه همه اسراف میشود. وقتی که ما کار سر کردیم هم به دیخون فایده است، هم به ما فایده است. میوه میگیریم، خوک میکنیم، فایده کردیم، سودیم زندگی گذاشتیم. باید گفت که رشد باغ و تاک‌پروری و افزون نمودن استحصال میوه از سمت‌های مهمی پیشرفت ساحه کشاورزی بوده. در این جهت توجه و غمخوری‌های حکومت مملکت زمینه واقعی گذاشته است. با مقصد تامین انکشاف و پیشرفت من بعد این ساحه، حکومت جمهوری برنامه نوی رشد ساحه باغ و تاک‌پروری را برای سال‌های 2016-2020 قبول نمود که طبق آن در مملکت بنیاد 20,000 گکتار باغ و تاک‌زار پیش بینی شده است. بعد از شناسایی با فعالیت باغ امینجان و جمعیت دارای مسئولیتش محدود مقسومی کریم، سرور دولت محترم امام علی رحمان به باغپروران و خواجگیداران مصلحت دادند که با استفاده از تجربه پیشقدم همه طلبات‌های اگرتکنیکی را سری وقت و مطابق به معیارها و با مشورت و توصیه عالمان انجام داده برای افزون نمودن میوه خشک صادراتی تلاش بیشتر کنند، زیرا رعایت این طلبات‌ها اساس موفقیت کشاورزان میباشد. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دایره سفر کاری مهمانخانه نو را در یک جای خیلی خوشباد و هوا افتتاح کرده از آبانبار مومن‌آباد بازدید به عمل آوردند. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دایره سفر کاری مهمانخانه نو را در یک جای خیلی خوشباد و هوا افتتاح کرده از آبانبار مومن‌آباد بازدید به عمل آوردند. آبانبار مومن‌آباد که برای آبیاری زمین‌های کشاورزی شهر کلاب، ناحیه‌های مومن‌آباد و واسع نگرانیده شده است، جای مساعد و موافق برای رشد ورزش شناوری و قایقرانی میباشد. در فصل گرما آبانبار برای آببازی و اطراف آن برای سیر و تماشای مردم خیلی سازگار است. در اینجا دسته قایقران‌های ناحیه و شهر دوشنبه با استفاده از شرایط مساعد به مشق و تمرین مشغول میباشند. قابل ذکر است که با شرافت صاحب استقلالی کشور در جمهوری به رشد ساحه ورزش و سیاحی توجه مخصوص ظاهر می‌گردد. این امکان می‌دهد که جوانان و نوجوانان با استفاده از همه شرایط‌های معاصر با ورزش مشغول شوند. بعد تماشای آبانبار مومن‌آباد سرور دولت محترم امام علی رحمان در نزد آبانبار در یک موضع خوشباد و هوا مهمانخانه نو را به استفاده دادند. مهمانخانه که از طرف صاحبکاران وطندوست ناحیه به استقبال تجلیل جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره سال‌های 2019-2021 سال‌های رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بنیاد شد، تحفه ارزشمند جشنی می باشد. مهمانخانه از 2 آشیانه، تالار مجلس، حجره گفت و شنید، حجره‌های خواب با تمام شرایط، آشخانه، تالار ضیافت رسمی و دیگر حجره‌های یاری رسان عبارت است. برای به طلبات جوابگو نمودن انشاءات درون و بیرون بنا و حجره و دالان مهمانخانه از اصول‌های معمولی ملی معماری آرایش با گچ و آینه بندی استفاده گردیده است.
ادامه اخبار. با دست آوردن استقلالیت دولتی واقعه بزرگترین در تاریخ کهن خلق تاجیک است. پس از با دست آوردن استقلالیت دولتی، جمهوری تاجیکستان در قطار دولت‌های آزاد جا گرفت و از جانب جامعه جهان همچون دولت مستقل اعتراف گردید. خبرنگاران ما از تنتنه‌های جشن استقلالیت دولتی گزارش تهیه نمودند. بهر تحکیم بخشیدن سمت‌های گوناگون خواجگی خلق محض استقلالیت دولتی زمینه خوبی را فراهم می‌آورد. استقلالیت رمز و راهی به دست آوردن نتیجه و امکانیت‌های مساعد دانسته می‌شود. به خاطر سزاوار جشن گرفتن 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و مورد استفاده قرار گرفتن اگریگات دوم نیروگاه برق آبی روغون در همه گوشه و کنار جمهوری چهاربینی و آمادگی‌ها از جانب ساختارهای گوناگون پیش بینی شدند. به همین مقصد در مرکز سلامتی شهری رقم 3 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه چهاربینی ایدانه با اشتراک کارمندان و نمایندگان برگزار گردید که در آن راهبری مؤسسه اهل طبیبان و خدمتچیان ساحه تندرستی مؤسسه را بخشیده به دو جشن بزرگ تهنیت و شادباش گفته به ایشان تنصیحاتی و سرفرازی را تمنا نمودند. نخست از ثمره استقلالیت سخنرانی نموده قید کرده شد که نتیجه این همه پیشروی ها و بزینه‌های بلند کامیاب گردیدن کشور به واسطه نقش اولین درجه را صاحب استقلالی ما می‌باشد. ذکر گردید که محض ثمره استقلالیت است که ساحه تندرستی در مدت کوتاه توانست به پیشروی و موفقیت ها نائل گردد. سال به سال زیاد شدن مرکزهای تندرستی و تامین گردیدن آنها با تمام تجهیزات زمانوی امکان آن را فراهم می‌آورد که ملت سالم و برجا ماند، زیرا آینده و بقای دولت از ملت سالم آن وابستگی زیج دارد. برای خدمت ارزنده و سهم مناسب خویش در پیشروی ساحه طب با یک چند طبیبان و کارمندان ساحه از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور و مؤسسه مذکور افتخارنامه و سپاسنامه ها و مکافات های پولی تقدیم کرده شد. عادتاً در روز جشن استقلالیت دولتی ساکنان کشور باری دیگر از گذشته خود از راه پیموده خود یاد می‌کنند. استقلال ما با یک جوان 28 ساله شباهت دارد که هنوز در حال رشد و شکفتن است و هنوز هم در پی تطبیق هزاران آرزوی امید به سوی آینده گام می‌بردارد. در این نمایش ایدانه در صف پیش ایستادن نورسان و جوانان نیز رمز سبزی شکوفایی را دارد. اینها دستپروران مکتب ورزشی ناحیه ونجند که اکثریتشان زاده دوران استقلال هستند و هنوز هم نورسند، اما علاقه صاحب چندین مکافات و جایزه ها می باشند. حکومت کشور برای جلب کودکان و نورسان به ورزش از تمام امکانیت ها استفاده می برد. حالا در دهات دوردست هم تالارهای برهوا بنیاد می گردند. در مرکز ناحیه تالار زیبای ورزشی با نام وستن ساخته شده است. جشن استقلالیت دولتی یکی از آن جشن‌ها است که خرد و بزرگ به آن ارج می‌گذارند و با یک صمیمیت خاص از آن استقبال می‌گیرند. زیرا استقلالیت اگر به معنای ساده بگیریم صاحب خانه و در خود بودن است. هنوز هم در دنیا ملت‌هایی هستند که از این نعمت بزرگ برخوردار نیستند و نه رمز و نه نشانی از ملت دارند. اما خلق تاجیک با افتخار می‌گوید ما کشور صاحب استقلال داریم که نامش تاجیکستان است. روز استقلالیت 9 سپتامبر را هر یک تاجیک در سراسر دنیا چون یکی از روزهای مقدس پیشواز می‌گیرد. با گل و گلدسته، با عکس‌های چهره‌های سرشناس ملت، با شعر و آویزه‌های پندآموز، با هزاران آرزوی امید به فردای کشور قدم می‌زنند. مقصد نمایش ایران تحلیل و بررسی دستاوردهای دوران استقلال و طرح‌ریزی نقشه و نیت‌ها برای آینده کشور میباشد. در 28 سال استقلالیت دولتی با دستور سپارش‌ها و شرکت بی‌واسطه پیشوای معظم ملت در مرکز و دهات ناحیه ونج صدها بناهای معماری و فرهنگی، تعلیمی و تندرستی، استقامتی و معیشی اجتماعی بنیاد گردیدند که سیمای ناحیه را کاملا تغییر دادند. بنای خوشتری مقامات اجرایی حکومت دولتی، قصر فرهنگ، تالار ورزشی وستن، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 برای 600 خواننده، تعمیر و تجدید خیابان مرکزی و بنیاد میدانی به نام اسماعیل سامونی، بازار مشترک مرزی بین تاجیکستان و افغانستان، پل ماشینگر در موضع سرخسنگاب از جمله نامگوی صدها انشاءات تعیینات گوناگون میباشند. در دوره استقلالیت دولتی کشاورزان ناحیه نیز به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. در این دوره صدها گکتار زمین بیکار خوابیده به کار انداخته شده، مساحت باغ‌ها در حال افزایش است. امروز باغداران ناحیه ونج با میوه چهارمغز و توت خود نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از آن نیز شهرت یافتند. سال روان تنها توت پروران وادی از گلام 36 تن حاصل گرفتند و از جهت صفت و غذانوکی توت این وادی از سوی عالمان دانشگاه اکسفورد بهای بلند گرفت.
بهترین محصولاتی که در بدخشان استحصال مخصوصا در یزگلام استحصال می شود جوابگوی بازار جهانی می باشد و خریداران امروز داره هر یک کیلوگرم توت سورتی روانیش باشد 22 سومانی به سودا رفته شده. دیگر ساعت‌ها باشد به حساب میانه 10-12 سومانی آزاد مردم سودا کرده درآمد خوب به دست آورده شدند. رئیس نوحه ونج کامیابی‌های زمان استقلالیت دولتی در همه ساحه‌های خواجگی خلق را به متحد بودن مردم در اطراف پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان شمرده اظهار نمود که این همگیرایی و همبستگی ما را به قله مراد می‌رساند. نوحه ونج برای رشد ساحه سیاحی امکانیت‌های وسیع دارد. حکومت کشور برای انکشاف من بعد این ساحه در ناحیه برنامه مشخص در دست دارد و برای عملی نمودن آنها چاره‌ها می‌اندیشد. زیرا ساحه سیاحی یکی از ساحه‌های کم خرج و سیر درآمد به شمار رفته بسیار دولت‌های دنیا بودجه دولتی خود را از درآمد همین ساحه غنی می‌گردانند. جشن استقلالیت دولتی با برنامه ادبی موسیقی هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه به پایان رسید. عید مقدس وطن 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را مردم صاحب فضیلت و روشنروی ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستانی بدخشان هم چون دیگر ساکنان شهر و ناحیه‌های مملکت در تگ چنار آوازدار درواز با حضور خرد و بزرگ دیار با شکوه و خاطرمان استقبال نمودند. تنتنه ایدانه با دیدن نمودن از مهارت آشپزهای ناحیه که با ذکر خیر مسئولین اداره و مؤسسه‌های ناحیه از 24 دیگ آش و پلو دیدن نموده به مهارت آنها بهای بلند دادند. ابتدا اهل نشست عیدی با شکوه وطن را رئیس ناحیه درواز صمیمانه تبریک و تهنیت گفته سخن چند از راه پیموده مردم دیار طی سالهای صاحب استقلال کشور گفته اظهار داشت که شاهراه راستنموده پیشوای معظم ملت راه اتومبیلگرد کلاب قلعه خم سرآغاز همه پیشرفت و شکوفایی‌های کوهساره درواز طی 20 سالی کشایش این شاهراه عظیم یسر بوده. امروز ساکنان هر دهه که در پیشگاه این شاهراه واقع گردیدند از شهر استقلال وطن برخوردار بوده مانعه و مشکلات در روزگار و رفت و آمد طرفین جانب قلب کشور شهر دوشنبه و مرکز ولایت شهر خاروق ندارند. همچنین ضمن سخنگویی از دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جاده معارف و تندرستی اظهار نظر نموده ابراز داشتند که ساکنان این وادی بهشت‌آسای تاجیکستان درواز از میان دارند که با شناخت و پیروی از خیرت روشنبین و اندیشه و عقاید آینده‌ساز پیشوای معظم ملت زندگی نامه حکمت آمیز او لقمه معرفت برداشته جشن بزرگ و مقدس 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای ارزشمند و با بقا استقبال نموده در پیشرفت شکوفایی تاجیکستان آزاد و آباد سهم مناسبی خویش را گذارند. در این روز مبارک ایده از فعالان ناحیه با تحفه‌های خاطرمان جشنی از جانب رهبریت ناحیه سرفراز گردانیده شدند. برنامه پرمحتوای ادانه اهل هنر قصری فرهنگی به نام یک شریف جوره که بشارت از حیث افتخار وطن و وطنداری میداد انجام بخش همایش ادانه مردم روشنروی این کوهساره کشور بود. موضوع دیگر دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوم مرحله دوم دوره انتخابی قهرمان جهان 2022 در مهمانی منتخب مغولستان را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی گروه F امروز در شهر اولانباتر در ورزشگاه فدراسیای فوتبال مغولستان دایر گردید. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت باشید.